بخش اول چراها نام دارد. کوتاه باید جواب شود. خب کدام خصلت شما از کودکی عوض نشده است و چرا؟ کتاب خوندن. برام که کتاب خوندن انسان رو تشکل میده. با مرگ کی سخت گریستید و چرا؟ با مرگ محمود دادابوف یکی از استاد ما که با من اصلا بیگانه هستن خیلی سخت گریستم و حس کردم که این شخص بسیار با من نزدیکه. چرا بعضی ثروتمندان میتوانند کدام آوازخوان و نماینده دیگری شو بیزنس رو دستگیری مالیوی و معنوی کنند، اما کم می شود که یک ژورنالیست رو، یک هنرمند رو، یک کارگردان رو همینگونه دستگیری کنند؟ برای اون که امروز همین بازار شو بیزنس بازار صنعت و سرود و ترانه و صحنه شده است. یعنی امروز شو بیزنس رو ما فقط سرود و صحنه سرود میشناسیم. چرا فیلم های ما جایزه دار اسکار و کن نیستند یا نمیشوند؟ برای اون نمیشوند که برای اون که نیستند که البته به شدنشان امید داریم. برای اون تو امروز این گونه جایزه نداریم که ما همین مکتبی سینمایی نداریم. چرا از ختم کرده های فاکولته ژورنالیستیکا ژورنالیستان مشهور کمتر پیدا می شوند؟ برای اون که نظریه ما با عمل خیلی فرق میکند. کی را میخواستید بیشتر در خیال و در کنار داشته باشید و چرا؟ نویسنده عبدالملک بهاری را بسیار میخواستم که امروز زنده باشند، در پهلوی ما باشند و با ایشان صحبت کنم، زیرا بسیار اثرهای فانتاستیکی نوشتند که من خیلی دوست میدارم. چی و یا کی را فراموش کردن میخواستید و چرا؟ میخواستم جنگ رو فراموش کنم. در دنیا میخواهم که جنگ نباشد. اکی؟ کی اونه که سازنده همین جنگ است. شما جرأتی انجام دادن کدام عمل را نداشتید و چرا؟ در زمان خردی میخواستم که کسمنفس شوم. این آرزوی به فکرم همه کودکان است و امروز میخواهم که دنیا رو گردم و حالا با اون خاطر نمیتونم که شرایط مالی و اقتصادی و شرایط زندگی ندارم و آزادی مالیوی نرسیدم. کیها و چرا صحبت ما را تا آخر باید ببینند؟ من فکر میکنم که اهل زیا اهل فرهنگ تماشا کنند. فکر میکنم که از سوالهای شما و از جوابهای ما یگان چیزی خوبی برای خودشون میگیرن.